پاتو دقیقا اینجوری میاری بالا. پاتو دقیقا اینجوری میاری بالا. اینو؟ آره. آها. خفص کردی؟ این چیه کشیدی؟ اصلا موزه چی کشیدی؟ مگه من حیوانم منو میکشی اینجوری؟ چرا دفتر منو میندازی زمین؟ اوکی؟ داداش خسته نباش. آقا من واقعیتش با رفیقم حالت خوبه. ما واقعیتش با رفیقم اونجا نقاشیم. خب بعد اگر اوکی از چهره عکس میگیریم، نقاشی میکنیم. اگر اوکی که ما از چهرهتون حال کردیم باهاتون یه دوتا نقاشی کنیم بهتون تحویل میدیم. اوکی. ببخشید بفهم. جواب پیدا کردم. بچه‌ها فقط بی زحمت اینجا وایسید. خب آره کنار هم وایسی. آره کنار هم وایسی. من عکس شما رو میکشم. بیاین نزدیک‌تر کنار. تو هم عکس این رفیقمون رو بکش. خب ببخشید بچه‌ها وقت این برو بریم. آروم‌تر بکش یه ذره. قشنگ نگاه رخشو نگاه این مرد. یه ذره نیم رخ میگیری. شما هم اونور میگیری. آفرین. خدا بخیر کنه جواد. خدا بخیر کنه. آخرشه. نه منظورم اینه که آخرش شد بهت خبر میدی. جواد چطوره؟ باش عالیه بکش. جواد من دارم اژدها میکشم. داش فقط تکون نخور. بی زحمت نفس هم نکشی 2 دقیقه. پاتو دقیقا اینجوری میاری بالا. پاتو دقیقا اینجوری میاری بالا. اینو؟ آره آها. 2 دقیقه همینجوری نگه دار. نه داره آخه چهره‌تو میکشه. ها نه دستتو بردار. تعادل دیگه. خب حالا اون یکی پا. من دارم حالا اون یکی پا. جواد انم کرده تازه. بعد چی؟ اوه بیا پایین حواسم نبود. اوکی من اون کار در آوردم. تو چی در آوردی؟ نه جواد نگاه گوششو یه ذره کج کشیدی. با کنو مردا بیا. بده. نه داداش داریم قشنگ بررسی میکنیم دیگه. فدات شم. یه چیزی کشیدم به رفیقات نشون میدی میگی اوه پسر کی کشیده مالا. جواد این خوبه براش بذارم؟ آره یه ذره جثتم گنده تر کردم. آره ایول که تو نقاشی به خوب در بیاری. چشم. آقا ببخشید تو رو وقت تو گرفتیم و شرمنده. باش دیگه عقلم نمیشه بکشم بس دیگه. نه داداش نگاه پاش یه ذره لاغر کشیدی دیگه. تا انقدرم لاغر قلمی نی. بیا. نخند جواد زایه در میاد. خوبه دیگه. بسه؟ نه داداش خیلی تکون میخوری. یه دقیقه میشینی؟ بشین رو زمین کامل. آره خودشه. بخواب تو منو نگاه کن. بخواب آره. دمر بخواب. من بخوام تو رو بکشم. نه قشنگ بچخ. همینجوری نگاه از 2 تا چهره دارم میگیرم. یه دونه سر پا گرفتم ازت. یه دونه سر پا ازت گرفتم. میدونم حالت نشسته دارم ازت میگیرم.
فرا جواد چطوره؟ ایوه اینه داشت فقط باید دقیقه دستتو جابجا کشیدم داشت چطوره بسته؟ اوکی بسته بوده داداش قشنگ بکش داداش قشنگ اینو بکش نگاه خب بلند شو 2 تا ازت گرفتم بعد طراحی بکنم برات اسمتو بنویسم اسمت چیه؟ پویا نقدی اسم شما؟ حسین شاقی خدا بخیر کنه جواد خدا بگاه گله بس داداش نشون بدی اوکیه؟ آره. خب داداش دمتون ببخشید تو رو اونا وقتی تو گرفتی یا. فقط بیا بی زحمت ببین اوکیه چطوره؟ نگاه این اون سر پایی که بودی بود خب این منم؟ یه ذره داشت جابجا کشیدم مسخره کردیم ما تو؟ چی مسخره حالا این منم؟ داداش وایسا میگم بهت گفتم پاتو بیار بالا چرا رفیقت عصبی ها حالا خلف از کردی؟ این چیه کشیدی؟ بابا اینجا سر پا بودی نگاه وایسا بهت نشون بدم اینجا سر پا بودی خب بهت گفتم بخواب فقط داشت دست داداش من حیوانم من حیوان میکشی میخندی الان؟ این چیه کشیدی؟ داداش ناموسن آقا نگاه کن رفیقت بده داشت نگاه اینو چی کشیدی؟ نه داداش داشت تازه نگاه دهنت آتیش تر ایکسان بازی کردی اونجا؟ داداش واسط گل کشیده چرا اینجوری داری میکنی اول که رفیق منه من نیستم خب آقا رفیقتو چیه؟ بد کشیدم من بهش گفتم پاشو بیاره بالا چیه مرتی که؟ داداش وایسا یه دقیقه بیا اینور من بعد توضیح میدم ببین من بهش گفتم پاشو بیاره بالا اشتباهی اون که پاشو آورد بالا یه ذره پاش نامیزون شد اصلا موضوع پا چی کشیدی؟ این مگه من بومه رو- حیوانم منو میکشی اینجوری؟ داداش چرا دفتر منو میندازی زمین چیه کشیدی؟ داداش وقت گذاشتم نقاشی کشیدم برات مسخره کردی منو؟ ارزش واسط قائل شدم داش گریه نکن آقا رفیقتو مگه من بد کشیدم من اینجا خوابیده من فقط دستش نیم ساعت ما آقا بیا کلاتو اصلا بگی عکستو بگی چهرهشو نشون بده برم بابا داداش نخواستی برد برو نخواستی بابا مسخره هنر ما که اومدیم بریم واسه شما اینه که من خیلی خجالت بکش این همه ما فکر کردی کی تو داداش یه دقیقه بیا بویا داداش دوری مخفی داداش ببخشید زد ما داداش شرمنده ما نقاش نیستیم اصلا معلومه نقاش نیستیم چی همه رفیقم اونجا نیدی؟ رفیقم اونجا نشسته هی کیفش اینجوری بالاه دقت نکردی اصلا 10 دقیقه است شما اینجا وایسادی نفهمیدی رفیقم کیفش من داشتم اینجوری این بنده خدا اینجا نشسته منو داده میخنده یه ساعت داداش هنرمون رو از بین بردی من دیگه اصلا نقاشی نمیکشم داش ناراحتم کرد آقا داداش شرمنده ببخشید داش بکن آقا شرمنده وقتت هم گرفت یه شوخی داشتیم باهاتون می‌کردیم خیلی ما بین 10 دقیقه است ما اینجا وایسادیم 20 دقیقه است وایسادیم ببینیم کسی میره یا نه هیچ کی نداشت دیگه شما رو گیر یه آورد. ساعت دیگه پاتو بیا بالا این پا میاره من این وسط فقط اونجا که خندیده بود این وسط دارم میگم گل کشیده میگه پاتو بده بالا من دیگه باید کم مونده بود شنا میتونید پخشش کنید دمتون گرم بچه‌ها ببخشید وقتتون رو گرفتید امیدوارم روز خوبی داشته باشید خیلی روز خوبی نوکرتم خداحافظ آقا امیدوارم لذت برده باشی فکر کردی کی تو؟ ها؟ نه تو بیا اینجا فکر کردی کی تو؟ مردی برگرد آره خداحافظ داش با تو نیستم برو بگو انجام بدم آقا امیدوارم لذت برده باشی لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه حتما اون زنگوله رو بزنید مثلا اینکه کلیپ جدید به دستتون برسه نمایش داده بشه خیلی مخلصم مراقب خودتون و خوبیاتون باشید
میکنم.